Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dombo, xush omaded. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش باشید، سلامت باشید. Satru hijob میگفتید که آیا در قرآن آمده است؟ مگر satru hijob برای انسان ضرور است، یعنی که فرض است؟ درباره همین صحبت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته الى یوم الدین. اما بعد، در قرآن کریم زیاده از 5 آیت عاید حجاب و فرض بودن آن نازل شده است و خود لفظ حجاب زیاده از 7 آیت در قرآن کریم ذکر شده است با معناهای مختلف. اولین آیتی که میخواهیم عاید آن تفسیر آن آیت و معنای آن آیت را کمی واضح تر کنیم، این سوره احزاب است، آیت 59 که الله سبحانه و تعالی در این آیت صراحتاً فرض بودن حجاب و درجه کامل ترین آن را بیان کرد. الله تعالی گفت که یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك ادنی ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بگو برای همسرانت و برای دخترانت و به زنهای مؤمن ها. ببینید، اگر زنهای مؤمن ها گوید همه را در بر می گرفت، لیکن از جهت شرفی همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم که مادران مؤمنان هستند و دختران پیغمبر صلی الله علیه و سلم که قدوه برای دیگر زنهای مؤمن ها هستند، اینها را الله تعالی پیش گرفت. ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بگو برای همسرانت، برای دخترانت و برای زنهای مسلمان ها یدنین علیهن من جلابیبهن، چادرهای خود را بر سر خود پرتایند. این چادر چگونه هست و این سطر چگونه هست، انشاءالله اقوال مفسرها را در زیر تفسیر این آیات ذکر میکنیم. و وقتی که الله تعالی گفت که یدنین علیهن من جلابیبهن، این یک چادری هست که از بالای رویمال و از بالای حجاب زن، از بالای عموم لباس زن، تمام بدن زن را میپوشاند. یعنی این بسیار درجه کامل حجاب است. ذلك ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، این نزدیکتر است که آنها شناخته شود. یعنی از زنهای فاسقه، از زنهای فاجره، از زنهای کنیزک، باید زنی مومن، زنی مسلمان، زنی با تقوا باید فرق کند، شناخته شود. فلا یؤذین، تا اینکه اذیت داده نشود. و سبب این کلمه ها در زیر هر یک این کلمه ها به تفسیر استفاده میگذاریم. و کان الله غفورا رحیما، در آخر آیات الله تعالی گفت که الله تعالی ذاتی هست غفور، یعنی گناه های بسیار و گناه های عظیم را مغفرت میکند، میبخشد. و رحیما یعنی ذات مهربان است. یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك ادنی ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. ای پیغمبر، بگو برای زنهای خود و برای دختران خود و برای زنهای مؤمن ها اینکه چادرهای خود را از بالای سر خود پرتایند، نه از بالای کتف. اون حجاب هایی که از بالای کتف میگیرند او به این آیت، به طلبات آیت جوابگو نیست. باید بعد اینکه حجابی که مثلا از کتف پوشیدن با از بالای این، یعنی جلباب هست که از بالای سر پوشیده میشد و تمام اعضای بدن زن را تا
زمین پنهان میکند. بعد از آن گفت که ذلک ادنی یعرفن فلا یؤذین. این گرفتن جلباب یعنی چادر، روسری، و زبان عربی عباءتون میگن و روسها هم عبایه میگن. ذلک ادنی یعرفن فلا یؤذین. البته پوشیدن جلباب یعنی این چادر نزدیک است که آنها شناخته شوند، یعنی شناخته شوند که زنهای با عفت، زنهای آزاد، زنهای مؤمنه هستند. فلا یؤذین، در نتیجه اذیت داده نشن، چون که قاعده مردها و طبیعت مردها همین که وقتی که زنی را میبینن که در لباس پوشش الکی برای مردم اجازه داده است که او را به گپ گیرند، تحقیر کنند، اذیت دهند، گپ چرانی کنند. اینا عیب خود همون زنها هست. از لباس پوشی زن این علامتی که بودن زن هست. و کان الله غفور رحیما. تا امروز، تا روز 5 هجرت که مسلمان ها زنهایشان یعنی 5 سال هجرت، 13 سالی که در مکه بودند، یعنی 18 سال به حجاب بودند، یعنی بعض روی مال ها و کرته هایی که محکم میکرد بود، ولی به این طریقه نبود. و از همین روز اعتبارا الله تعالی فرض گردانید و کان الله غفور رحیما. الله تعالی ذات مغفرت کننده بود. تا امروز یعنی زنهایی که به حجاب بودند تا امروز یعنی الله تعالی گفت که الله غفور است، مهربان است، میبخشد. موافق قرآن کریم باید اگر تفسیر علما را آیه کلمه جلباب گیریم، فقط یک چشم زن کشادگی ماند تمام. حتی پنجه هایش و قدم هایش، روی هاش باید محکم باشد و این صریح قرآن است. بله در مسئله پوشیدن روی اختلاف هست، ولی خیلی از مفسرها حتی در علمای مذهب حنفی شخصیت های هستند که انشالله سخنهاشون از مذهب نقل میکنیم که میگن که پوشیدن روی فرض است. و حتی آنهایی که میگفتن که پوشیدن روی فرض نیست، میگفتن که اگر جوان دختر باشد و زیبا باشد به اونم فرض است میگفتن.